سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه حامیان حقوق تاجیکستان شکار فعالان اپوزیسیا را بس کند و ترکیه و دولت‌های اروپا به دوشنبه سپردن آنها را. رهبر طالبان امر داد که گلبدین حکمتیار را به حبس خانگی بیاندازند. با پرینسیپ معامله به مثل تاجیکستان نیز برای شهروندان ترکیه ویزا جوری کرد. یک ساکن فیض‌آباد هنگام چوکریچینی از کوه افتاده جان داده است. و اکنون تفصیلات خبرها. دو سازمان معروف حامی حقوق انسان هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ روز 16 اپریل سال 2024 در بیانیه مشترکشان از آن اظهار نگرانی کردند که در ماه‌های آخر چند نفر مربوط به حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع گروه 24 در لیتوا، پولشا و ترکیه به طور مرموز غیب زدند یا بازداشت شدند و یا به تهدید دپورتاسیا دچار شدند. حامیان حقوق بر اینند که مقامات این کشورها به دلیل وجود خطر شکنجه از اخراج این افراد به تاجیکستان باید خودداری کرده به حقوق آنها ارج بگذارند و بر اساس درخواست انگیزه های سیاسیشان مقامات تاجیکستان فعالان اپوزیسیای تاجیک را تعقیب میکنند. سینه سلطان علیوه، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ میگوید تاجیکستان باید بدون چون و چرا شکار منتقدان را در خارج قطع کند، به ویژه آنهایی را که با گروه 24 و دیگر گروه‌های ممنوع ارتباط دارند. اتحاد اروپا و ترکیه باید فعالان اپوزیسیای تاجیک را حمایت کرده از برگرداندن آنها به تاجیکستان خودداری کنند، چون که این کشور با تعقیبات فرامرزی خود نام برآورده است و آن فعالان در تاجیکستان به خطر شکنجه دچار خواهند شد. هیومن رایتس واچ اخیراً در یک گزارش پیرامون تعقیب بین المللی منتقدان از جانب دولت‌های خودکامه درباره چندین مورد بعد فرار از تاجیکستان هم زیر تعقیب و شکار مقامات تاجیک قرار گرفتن اعضای سابق و فعال گروه 24 خبر داده بود. مقامات تاجیک معمولا تلاش میکنند با استفاده از اتهام افراطگرایی به استرداد منتقدان خود نائل شوند و یا با سوء استفاده از امکانات اینترپول تحت جستجو قرار داده میشوند. 5 اپریل سال 2024 مقامات امنیتی لیتوا در شهر ویلنیوس عضو سابق گروه 24 سلیمان دولتوف را دستگیر کردند. 7 اپریل دادگاه او را برای 2 ماه به حبس گرفت و روز 9 اپریل داستان کل لیتوا خبر داد که دولتوف گویا به سبب همکاری با اعضا و طرفداران سازمان‌های تروریستی و حرکت‌های افراطی و تبلیغ افراطگرایی برای امنیت ملی لیتوا خطر دارد. خود دولتوف که سال 2015 در لیتوا مقام پناهنده سیاسی دارد این اتهامات را کاملا رد می‌کند. روزهای 23 فوریه و 2 مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه نماینده بلندپایه گروه 24 نسیم جان شریپوف و رهبر این گروه سوراب ظفر به طور مرموز غیب شدند. آنها قبلا در سال 2018 از سوی مقامات ترکیه با درخواست دوشنبه حبس شده بودند، ولی در نهایت ترکیه از استرداد آنها خودداری کرده بود. تا حال سرنوشت آنها معلوم نیست. همسفان آنها میترسند که هر دو را بوده به تاجیکستان بردند. منابع بامداد قبلا خبر داده بودند که نسیم جان شریپوف و سوراب ظفر را هنوز در میانه ماه مارس از ترکیه به دوشنبه آوردند. روز 19 مارس سال 2024 دادگاه پولشا درخواست پناهندگی کامران خدایدادوف برادر عضو سابق گروه 24 شبنم خدایدادوف را رد کرد و او را تا 19 اپریل وقت داد که اختیاراً قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا را ترک کند. کامران خدایدادوف سال 2018 با ویزای گومانیتاری به پولشا آمده بود، چون که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خواهرش در تاجیکستان تحت تعقیب قرار گرفته بود. خود شبنم خدایدادوف سال 2015 با اتهام افراطگرایی تحت جستجو گذاشته شده است و همان سال در بلاروس بازداشت شد و 10 ماه را در حبس به سر برد. هیومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ میگویند مقامات تاجیکستان کامران خدایدادوف را نیز با اتهام افراطگرایی تعقیب میکنند. بازگشت خدایدادوف به تاجیکستان او را به خطر شکنجه و بدرفتاری دچار میکند. پولشا باید سر و وطن اظهار بدارد که به عهده‌داری‌های بین المللیش پایبند است و به اخراج خدایدادوف به تاجیکستان را نخواهد داد. بر ضمن لتوا و پولشا باز
چندین کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا از جمله افسریا، آلمان و اسلواکیا در وقت‌های اخیر چندین پناهجوی تاجیک را با وجود به آنها تهدید کردن خطر شکنجه به تاجیکستان اخراج کردند. همه این نفرانی از اروپا اخراج شده در تاجیکستان محکوم به زندان شدند. حامیان حقوق یادآور شدند که پیمان سازمان ملل به ضد شکنجه و دیگر نوع‌های بدرفتاری و پیمان حقوق بشر اروپا به کشورهایی که خطر شکنجه شدن زیاد است اخراج کردن پناهجویان را منع می‌کند. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم ترکیه این پیمان‌های بین المللی را امضا کردند و باید به آن عمل کنند. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل سال 2024 خبر داد که جانب تاجیکستان نیز برای دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی ترکیه نظام روادید جاری می‌کند. در وزارت خارجه تاجیکستان تاکید کردند که با استناد به اعضای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2024 با مقصد تطبیق پرینسیپ معامله به مثل شروع از 20 اپریل سال 2024 نظام روادید نسبت به دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی ترکیه تطبیق می‌گردد. در وزارت همچنین توضیح دادند که شهروندان ترکیه می‌توانند روادید جمهوری تاجیکستان را در سفارت و کنسولگری‌های این کشور در خارج دسترس نمایند. نرخ ویزای معمولی تاجیکستان $25 و برای گروه عبارت از نه کم از 5 نفر $12.5 است. این اقدام دوشنبه بر اساس پرینسیپ معامله به مثل در پاسخ به فرمان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از 6 اپریل است که نظام بدون روادید را برای شهروندان تاجیکستان بیکار کرد. سفارت ترکیه در تاجیکستان بعداً توضیح داد که این فرمان از 20 اپریل به اجرا می درآید و از آن به بعد طلبکاران سفر ترکیه باید از قبل به کنسولگری‌های این کشور برای گرفتن روادید مراجعت کنند. هرچند سفارت ترکیه اظهار امید کرد که جاری کردن ویزا با تاجیکستان از جانب انکره می تواند اقدام موقت باشد، ولی باور می رود که جاری شدن ویزا و دست کم طلب کردن 14 حجت برای گرفتن ویزای عادی می تواند شماره طلبکاران سفر و سیاحت به ترکیه را در میان ساکنان تاجیکستان به شدت و به مراتب کمتر کند. این اقدام ترکیه همین طور می تواند بالای نرخ محصولات واردی از ترکیه در بازارهای تاجیکستان نیز تاثیر گذارد، چون که تهیه حجت‌ها برای گرفتن ویزا و نرخ خود ویزای ترکیه به خراجات تاجرانی که از ترکیه مال می‌آورند می‌افزاید. درباره سبب چنین قرار حکومت ترکیه نیز تا کنون شرح نشر نشده است، ولی تصمیم ترکیه در مورد بیکار کردن نظام روادید برای شهروندان تاجیکستان در پی سلسله حمله‌های تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش در کشورهای گوناگون از جمله در ترکیه با اشتراک زادگان تاجیکستان صورت گرفته اعلان شد. رژیم طالبان گلبدین نعمتیار رهبر 74 ساله حزب اسلامی افغانستان را به حبس خانگی محکوم کرده است. بنا به اطلاع سنگر، پایگاه خبری که اساساً مسائل افغانستان را پیگیری می‌کند، این اقدام می‌تواند با انتقادهای اخیر نعمتیار از طالبان از جمله طالبان را به فروش حریم هوایی افغانستان به امریکا، متهم کردن این سابقه دار حرکت‌های جهادی افغانستان بستگی داشته باشد. یکی از نزدیکان نعمتیار به خبرنگاران سنگر در کابل گفته است که رهبر حزب اسلامی از ساعت 8 صبح 15 اپریل سال 2024 با دستور مولا هیبت الله رهبر طالبان به حبس خانگی محکوم شده است. این منبع گفت گروه از طالبان مسلح به محل وزیر اکبرخان به خانه‌ای که نعمتیار در آن زندگی می‌کند آمدند، خانه را محاصره کردند و به کسی اجازت ورود و ملاقات با او را نمی‌دهند. و افزود که رئیس حزب اسلامی دیگر حق ملاقات با خبرنگاران، نمایندگان سفارتخانه‌های خارجی و حتی اعضای حزب خود را ندارد. این منبع گفت هر فردی که برای ملاقات با وی می‌رود باید از ریاست امنیت ملی، یعنی شخصا از عبدالحق وثیق رئیس این اداره، اجازتنامه ملاقات داشته باشد. این فرد نزدیک به نعمتیار میگوید که سعی کرده با ملاقات کند اما موفق نشده است. وی گفت طالبان هیچ توضیحی نمیدهند، اما ما معتقدیم که دلیل این تصمیم انتقاد رهبر حزب اسلامی است که طالبان را به فروش حریم هوایی افغانستان به امریکا متهم کرد. سنگر می نویسد گلبدین نعمتیار اولین سیاستمدار حاضر در کابل است که از طالبان برای همکاریش با امریکا انتقاد کرد. اما می افزود این نشریه برخی منتقدند که
دلیل این تصمیم طالبان حمایت حکمتیار از ضربه های ایران به اسرائیل بوده است. حکمتیار اخیراً با ستایش از اقدام ایران گفت بالاخره یک کشور مسلمانی پیدا شد که پاسخ شایسته به اسرائیل دهد. گلبدین حکمتیار 1 آگوست سال 1949 در ناحیه با تاجیکستان مرز حمام صاحب ولایت قندوز به دنیا آمده است. هنوز در سالهای 70 عصر 20 به حرکت‌های جهادی پیوست و اینک تقریبا 50 سال باز در میدان سیاسی افغانستان حضور دارد. او در سالهای 90 یک مدت سروزیر افغانستان هم بود، ولی بیشتر به دلیل اختلافش با حکومت ربانی و احمدشاه مسعود با موشکباران کابل پایتخت افغانستان نام برآورده بود. در نتیجه در کابل بنا به حسابها بیش از 4000 نفر کشته شدند و حکمتیار را مردم آن وقت لقب ریکتیار داد. در زمان رژیم اول طالبان حکمتیار یک مدت در تاجیکستان و سپس 20 سال باعث بندی نیمه آزاد در ایران قرار داشت. طالبان بعد تصرف دوباره کابل در ماه آگوست سال 2021 حکمتیار را امام یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان تعیین کردند. او هر سر چند وقت از منبر این مسجد از سیاست طالبان پشتیبانی و از مخالفان آن از جمله از حکومت تاجیکستان به شدت انتقاد میکرد. اما اخیراً حکمتیار موقع خود را در پی بحث خانه‌اش با طالبان عوض کرد. در پایان ماه مارس سال 2024 نشریه 8 صبح خبر داد که طالبان حکمتیار را از خانه‌ای که حکومت پیشین افغانستان بر اساس سازشنامه صلح به او داده بود اخراج کردند. خود حکمتیار مستقیما درباره تقدیر خانه‌اش یگان اظهار نظر نکرد، ولی پسرش حبیب الرحمن از این رفتار طالبان انتقاد کرده آن را ننگین خوانده بود. روز 2 دکمبر سال 2022 در کابل پایتخت افغانستان هنگام نماز جمعه به جان گلبدین حکمتیار سوءقصد مسلحانه صورت گرفت. حکمتیار بعد از این حمله انتحاری گفت که حمله کنندگان لباس زنانه در تن داشتند. او بعدا اظهار داشت که عاملان سوءقصد به جانش 2 شهروند تاجیکستان بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هر دو تروریست تاجیکستانی‌اند، افغان نیستند. گروه تروریستی نتوانسته است که کسی را از میان افغان‌ها آماده کند. باید معلوم شود که چرا تاجیکستانی‌اند، چرا نه افغان. بیرق سیاه داعش از دست تروریستان انتحاری به دست آمد، گفته بود گلبدین حکمتیار در موعظه‌اش در نماز روز جمعه. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. 15 اپریل سال 2024 در حدود دهه چلچه ناحیه تیمورملک ولایت ختلان بر اثر بارانی‌های پرشدید آب یک زمین نزدیکی و حوله 4 ساکن دیگر را پر کرد. برای برطرف کردن پیامدهای این آفت کارهای ادامه دارند. باران‌های پرشدت سبب آمدن سیل‌ها در قلمرو شهرک ترسونزاده، دهه موج و تردی جماعت دیهات زینب آباد، دهه‌های کشاورز، شرف دو، اقبال دو، حیات نو، لالزار، لاهور نویه رودکی شد. در مجموع بر اثر این آفت طبیعی 204 قطعه نزد اولیکی و زمین‌های یاری رسان ضرر دیدند. گروه‌های کاری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با سروری جانشین اول رئیس کمیته پلکوونیک لطیف زاده با 20 کارمند کمیته با یاری 10 تکنیک مخصوص و 8 تکنیک آبکشی سرگرم برطرف کردن پیامدهای این آفتند. 15 اپریل سال 2024 باران‌ها سبب یرش در حدود شهرک راحت شهر وعده شدند. بر اثر آن 4 حوله ساکنان محله ضرر دید. گروه کاری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، نجات دهندگان و ساکنان محلی با استفاده از تجهیزات مخصوص برای رفع پیامدها تلاش دارند. 14 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 0:53 دقیقه در دهه کوشباغ جماعت دیهات خدایار رجب نویه واسع ولایت ختلان در نتیجه بارشات شدید سطح آب دریای یوخسو بالا رفت. در نتیجه دیواری که در مسافه 30 متر ساحل راست دریا را محافظت میکرد ضرر دید. شب 15 اپریل سال 2024 ساعت 00:15 دقیقه باران‌های پرشدت سببگار بالایقه و سیل آوردها پر شدن کانال چورکورون نویه سینا شد. در نتیجه آب از ساحل کانال بیرون شده و راهی را که از محل چورکورون و ظفر میگذشت بست. با یاری 20 تکنیک مخصوص خدمات راه نویه سینا وضع به عمل آمده برطرف و حرکت ماشین ها از سر گرفته شد.
همچنین اما شب تقریبا ساعت 9:26 دقیقه بازم بر اثر بارانی‌های پرشدت در خیابان عبدالرحمن جمعی آب باران سبب بسته شدن راه به مسافه 150 متر شد. با یاری دو تکنیکای مخصوص راه تازه و حرکت ماشین‌ها ممکن گردید. 15 اپریل سال 2024 ساعت 9:10 دقیقه بر اثر بارانی‌های شدتناک و دوامدار در یک قطار نقطه‌های اهالینشین دهات شهرک به نام ترسونزاده، جماعت دهات زینب آباد و سامانیان نویه رودکی بالاروی سطح آب در سیلگذر مشاهده شد. در نتیجه آب حوله ساکنان را پر کرد. کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده برای معاین کردن حجم ضرر رسیده و برطرف کردن پیامدهای آفات طبیعی فعالیت دارد. همچنین در قلمرو شهر وحدت در نتیجه باران پرشدت بالاروی سطح آب در کانال ینگ قرغم به قید گرفته شد. در نتیجه آب به حوله یک ساکن وارد گردید. در جای حادثه کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که یک ساکن ناحیه فیض‌آباد بر اثر یک حادثه ناخوش هنگام چوکر چینی در کوه به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع این نهاد صبح 16 اپریل سال 2024 ساکن 31 ساله دهه کولوبیان جماعت چشمسار ناحیه فیض‌آباد در شرق تاجیکستان با مقصد چیندن چوکره به یک کوه واقع در نزدیکی دهه‌شان رفته است، اما متاسفانه هنگام چیندن چوکره از یک تپه بلندیش 30 متر سرازیر شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. جسد او را هم دیگانش یافته به دهه آوردند و به دست نزدیکان مرحوم سپردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می نویسد که تحلیل حادثه‌های ناخوش مرگاور در کوه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که در بسیار حالت‌ها سبب مرگ انسان نه کوه بلکه خود انسان می‌شود. مردم از رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری، ندانستن شرایط کوه به خصوص در موسم بارشات دچار فلاکت‌های فاجعه بار می‌شوند. کمیته در پی مرگ ساکن فیض‌آباد هنگام چوکر چینی بار دیگر از ساکنان و مهمانان جمهوری خواسته است که در روزهای پربارش و تا خشک شدن بستر خاک از رفتن به کوه‌ها برای چیندن ایزم و گیاها یا برای شکار و ماهی داری خودداری کنند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 15 اپریل سال 2024 از حبس فاروق خلیموف نام یک بلاگر نابالغ برای نشر مواد غیر اخلاقی و تحقیر مادر خودش در جریان پخش مستقیم در اینستاگرام خبر داد. میلیس پایتخت تاجیکستان گفت نو وابسته از تاکیدهای همیشگی برگزاری کارهای فرماندهی و اندیشیدن چاره‌های تاثیررسانی قانونی متاسفانه بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی باز هم نوارهای دارای الفاظ قبیح را پهن نموده باعث کاسته گشتن اخلاق جامعه می‌گردند. یکی از آنها فاروق نام بلاگر نابالغ بوده است. خود فاروق حلیموف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیس پایتخت در رابطه به این قضیه گفت گرچه قبلا شهروند حلیموف از سبب نابالغ بودنش برای پهن نمودن نوارهای غیر اخلاقی رسما آگاهانیده شده باشد هم، ولی عمل و کردارهای ناشایسته خود را ادامه داده باعث ناراضگی و واکنش‌های منفی شهروندان گردیده است. نامبرده منتظم توسط صفحه اینستاگرامی خود پخش مستقیم نموده با الفاظ قبیح نسبت شهروندان و دیگر استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی دشنام نموده است. همزمان ضمن یکی از پخش مستقیم نسبت مادر خود بدرفتاری نموده در بین عامه شهروندان شأن و شرف مادرش را پس زده است. این کردارهای غیر اخلاقانه نامبرده باعث ناراضگی و واکنش‌های منفی شهروندان گردیده از مقامات میلیس درخواست نمودند تا نسبت به حلیموف چاره‌های قانونی اندیشیده شوند. وابسته به حالت مذکور نسبت به نامبرده موردهای ضروری ترتیب داده شده مورد سنجش قرار دارند. به احتمال غالب به دلیل نابالغ بودن فاروق حلیموف والدان او را بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر جریمه می‌بندند و خودش را هشدار می‌دهند که دیگر دست به چنین کارهای خلاف اخلاق نزند. از اول سال جاری میلیس دوشنبه الکی چندین بلاگر را با عین اتهام پهن کردن نوارهای ضد اخلاقی بازداشت و مجازات کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.